سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوبید؟ اومدم امروز یه آشپزی به سبک خودم درست کنم. میدونم از این اتفاقات تو خانواده ها مخصوصا برای ما مادرها زیاد میفته که یه چیز غذایی رو از صبح میسیم نگاه میکنیم، یه سرم تو آشپزی، بعد آخرش میایم چیزایی که خودمون داریم و انجام میدیم. منم همین کارو کردم. بیا بهتون بگم. میگم پیاز دارم، پیاز کوهی، البته اینو زحمت کشیدن برام، از کوه چیدن و آوردن. حالا بعضی از روستایی‌ها میدونن. دارم از این فلفل دلمه نداشتم، از این فلفل رنگی ها داشتم، ریختم. اینجا یه دونه مرغ دارم، یه سینه مرغ دارم میریزمش. ببخشید یه حبه سیرم داشتم، شما میتونید به دلخواه بیشترش کنید. من چون زیاد ذائقه خانواده با سیر نیست مجبوراً یه دونه میزنم. تو تصویرها همیشه نشون میده دارن با نون توست دورشو میبرن و میریزن. من هنوز نفهمیدم چرا این کارو میکنم. من همون نون باگتی که داشتم 2 عدد نون باگت ریختم، خیسوندم، نمیشد با شیر، من با آب خیسوندمش. همیشه هم این کارو کردم، همیشه هم خوب در اومده. من حس میکنم یه کمی بیکینگ پودرم خوب میشه. قبلا ریختم، الانم یه کمی میریزم، یه قاشق بریزی کافیه. سس گوجه، همه اینا برای طعمدار کردنشه. اینا همه ماتریکسه که میگن این باشه اون نباشه، هر عشقت میکشه. سس خردلم نداشتم، از این سس هزار جزیره استفاده کردم، تبلیغش هم نباشه. ادویه هم هر که دوست داری میریزه دیگه. من آبشم دارم، فلفل سیاه دارم، یه فلفل قرمزی هم دارم، قبلا اینو خشکش کردم با نمک. همین میریزیم، مخلوط میکنیم، درستش میکنیم، میایم بهتون نشون میدیم. بعدش هم سرخ میکنیم. تمام. سرخی کردن گوشم داخل ظرف بهتون نشون میدم به همین سادگی. خدافظ. یادتون نره منو سابسکرایب کنید. ممنون. سلام دوستان، داشتم این مرحله سرخ کردن رو پیش میرفتم، گفتم شما هم نگاه کنید. روغنی که ریختم اصلا به خودش نکشه، تمام مواد داخلش موند. خیلی هم عالی، عطرش که خیلی خوبه. بهتون بفهمش.